من تقاضا میکنم که هر کدوم خیلی کوتاه فعالیت‌های حزبی خودتون هم معرفی کنید که حضار محترم بتونن در جریان قرار بگیرن. بفرمایید. از آقای ناصر بلیدای دبیرکل حزب مردم بلوچستان شروع میکنیم. با تشکر و با عرض سلام به همه دوستانی که اینجا هستن و با تشکر از دوستان شورای دموکراسی خواهان که این موقعیت برای همه اون فراهم کردن که بازم دوباره یک بار سوم دوباره هم جمع بشیم. منم دفعه سوم در جلسات شورای دموکراسی خواهان شرکت میکنم در رابطه با این سمینارهایی که دارن و خب خیلی خوشحالم که اینم در استکهلم هستش، در جایی که خود منم هستم که احتیاج به مسافرتم نبود. ولی به هر حال مسئله اساسی همین بود که فکر کنم صحبت‌ها همه شده در رابطه با این موضوعات، ولی اصل موضوع اینه که آدم به خودش باید نگاه بکنه و به یک شکلی هم به خودش هم انتقاد داشته باشه. همونطور که گفته شد من دبیرکل حزب مردم بلوچستان هستم و مشخصا هم هر کسی در رابطه با مسائل بلوچستان یک سری اطلاعاتی داره به غلط یا به درست با توجه به اطلاعاتی که از مرکز ایران میاد و یا اطلاعاتی که از طرف ما هستش. مسلما اینا با هم دیگه یک سری تفاوت داره. چرا مسئله بلوچستان باید مطرح بشه؟ چون مشخصا اینجا گفته شده بود که گروه‌های مردمی، چون مردم بلوچستان خودشونو با توجه به ستم‌هایی که می‌بینن، با توجه به رفتاری که از طرف رژیم میشه، خودشو به یک شکلی تعریف کرده که فکر میکنه که تحت ستمه و سزاوار این ستم نیست، سزاوار به اصطلاح این مشکلات نیست و سیاست مشخصی از طرف دولت ایران در رابطه با بلوچستان بوده که این مثلا مشخصا از طرف آقای عباس خلعتبری به عنوان وزیر امور خارجه ایران تکرار شده که ما میدونیم بلوچستان همون مسئله تجزیه طلبی و استقلال خودش رو روزی میگیره و باید ما اینا رو ضعیف نگه داریم و غیر متحد و این سیاست رو هم شاه دنبال کرده و هم خمینی. خب مسلما در این شرایط بلوچستان در رابطه با سیاست کلی ایران معمولا غایب بوده، اگر هم بوده در رابطه با مسائلی بوده که از روی عصبانیت و یا از روی سری درگیری های مشخصی بوده با دولت های مرکزی ایران به شکل های متفاوتی. البته در این دوران مدرنی که صحبتش میکنیم بعد از رضا شاه، محمد رضا شاه و حالا خمینی، مثلا بعد از این که خب برای ما به عنوان حزب مردم بلوچستان در این پروسه قرار گرفتیم، می‌خواستیم مسائل به یک شکل دیگری حل بشه. مسائل از طریق حل موضوعات، از طریق گفتگو و از طریق بحث و از طریق مطرح کردن مسئله بلوچستان به عنوان بخشی از مردم ایران. بلوچستان نباید فقط با اسم یک منطقه صقلجشی دیده بشه، مثلا چیزی که آقای هویدا گفته بود که بلوچستان این منطقه صقلجشی عمده هستش، ما چرا به مردمش کمک می‌کنیم؟ اگه لازمه مردمش از اونجا بیرون بکنیم. طریق آقای روحانی هم برای بلوچستان گذاشته که میگه 5 میلیون مردم به بلوچستان بیاریم، در حالی خود مردم بلوچستان هم بیکارن همه. در این شرایط خب مردم بلوچستان خواسته مشخصی دارن که برای راه حل این موضوعات به نظر ما ایران باید به یک کشور دموکراتیک، سکولار و فدرال تبدیل بشه و در این پروسه هم به عنوان یک حزب سیاسی شرکت کردیم و سعی کردیم در این بحث‌های سیاسی به شکل مشخصی شرکت بکنیم. به نظر من یکی از انتقادام همینه که ما مثلا خود حزب مردم بلوچستان در کنگره ملت‌های ایران فدرال هم هستیم، هم جزء بنیانگذاران هم بودیم، هم در شورای دموکراسی خواهان هستیم و هم در همبستگی، در شورای همبستگی هم هستیم و به همین شکل خود بنده هم در شورای گذارم اونجا هم عضو هستم. اینا همه خوب مشخصا برای ما یک چیز مشخصی داشته که مطرح کردن مسئله بلوچستان و شکستن یک سری تابو از لحاظ سیاسی هستش. ولی امروز خب خواست مردم یک چیز دیگه هستش. مردم ایران میخوان، همونطور که دوستان هم اینجا تکرار کردن، یه رهبری میخوان، یه پلتفرم مشخصی میخوان برای تغییر. درست کردن این پلتفرم مشخص برای تغییر هم یک سری کارهایی رو میخواد که باید انجام داد. مشخصا ما تجربیات خوبی داریم از لحاظ سیاسی، مسئله آفریقای جنوبی هستش، مسئله تونس هستش، مسائل بدی هم داریم که در ایران خیلی هم استفاده میشن مثل سوریه یا لیبی یا عراق. مسلماً مثلا خیلی میگن که حمله نظامی بده، به دلیلی که به عراق حمله نظامی شده، به ژاپن هم شد، به آلمان هم شد، خوب شد. من نمیگم ایران حمله نظامی بشه، موضوع اساسا این نیست. موضوع اینه که انقلاب کردن هم مثلا در ایران بد شد ولی مثلا در تونس خوب شد. میشه مسائل خوب پیدا کرد. مثلا اینی که آدم قبل از اون که اتفاق بیفته چگونه به اصطلاح خودش رو سازماندهی کنه و چه تعریفی از خودش داشته باشه. برای این اساس مثلا آفریقای جنوبی اگرچه مشکلات خودش داره، نمیشه مسائل کشور رو حل کرد، ولی که از خوبی‌های آفریقای جنوبی این بود که هیچ کسی نمیخواست آفریقای جنوبی رو بر اساس ویژن خودش تغییر بکنه، حداقل موقعی که موقع تغییر اومد. زمانی که نیلسون ماندلا به عنوان رهبر بلا منازع کشور مطرح شده بود، ANC به عنوان یک الاینسی از احزاب متفاوت مطرح شده بود، دیگه رهبران
ساوت آفریقا اون سفید پوست بودن، اونا متوجه شدن که امروز میتونن با مثلا اون پرست دکلرک و همینطور با آقا میگم مثلا اون رهبرشون آقای دکلرک رئیس جمهور بود یا پستویر بود اون موقع به هر شکلی، با نلسون ماندلا میتونن یه سوالی بکنن که به جنگ داخلی نمی انجامد. این موضوع هستش که ما امروز باید در ایران این مسائل خوب رو نگاه کنیم. خیلی میگن که در ایران مثلا مسئله مشروطه خواهی سلطنت طلبی مطرح هستش، مسئله استقلال مطرح هستش، مسئله این اتیوپی مثلا. حالا من دوستان در رابطه در جریان هستن یا نه، چون ما فقط در رابطه با اخبار خودمون خیلی به اصطلاح توجه میکنیم. اونجا یه پروسه دموکراتیک آقای ابی احمد که اومدن جایزه نوبل نوبل گرفت شروع کرد. همه اعضای استقلال طلب رهبراشون رو میشنم، دوستان من هستن، باشون کارم میکنم، تا امروز هم باشون تماس دارم. همه با دل و جان برگشتن به اتیوپی، با این که طرفدار استقلال بودن، مبارزه کرده بودن برای استقلال، دیدن که مسئله دموکراسی میتونه بخشی از مسائلشون حل بکنه. ما در ایران باید به این شکل کار بکنیم. به نظر من خب پیشنهاد مشخصی که دوستمون گفت باید بگم، به نظر من خیلی خوبه. از همه این احزاب و سازمان‌های متفاوتی که ما داریم، گروه‌های ائتلافایی که داریم، پیشنهاد من اینه که همه یه نماینده تعیین بکنن. راه حل‌های متفاوتی باید استفاده کرد. یکی ادغام بخشی از اینا هستش، از این گروه هستش که مثلا لازم نیست مثلا ما این دو تا سه تا اتحاد مشابه با هم دیگه داشته باشیم. در یک جایی اعلام ائتلاف‌های متفاوت بین این گروه هستش و در یک جایی اتحاد عمله، چون برخی گروه نمیشه مثلا با هم دیگه اتحاد بکنن. مثلا یک گروه جمهوری خواه با یک گروه سلطنت طلب شاید نتونن با هم دیگه اتحاد بکنن و یا ائتلافی به وجود بیارن، ولی میتونن یک سری اتحاد عمل داشته باشن، پروژه‌ای برای سرنگونی رژیم و اینی که مثلا تعهداتی در رابطه با این که هم دیگه رو بعداً خشونت از هم دیگه استفاده کنن. با تشکر، من صحبتامو با این زنگ خطر تمام می‌کنم.